31 ایول دو ورزشگر آخرین دسته المپی تاجیکستان بهادر عثمانوف در نمود بوکس و الدر احمدیف در ورزش سبک نیز شکست خوردند و با همین بازی‌های المپی توکیو برای تیم تاجیکستان جنبش شد و متاسفانه به یگان مدال از سال 2004 به این طرف این بار اول است که تیم تاجیکستان از المپیاد به مدال برمیگردد. تاجیکستان سال 2008 در پکین 2 مدال نقره و برنجی دیزدوچیان یوسف عبدالسلاموف و رسول باقیف، سال 2012 در لندن 1 مدال برنجی مجدن موزونه چوری و سال 2016 در ریو دی ژانیروی برزیل 1 مدال طلا گرزنداز دلشاد نظرов به دست آورده بود. روز 31 ایول بهادر عثمانوف در دور اول وزن 63 کیلوگرم بر نماینده دومینیکن لیانل سانتوس نونزا با حساب 4-1 غلبه کرده بود. در اشتک فینال از ورزشگر ازبکستان النور عبدالرحیموف با حساب 0-5 مغلوب گردید و از حق ادامه رقابت‌ها محروم شد. همین طور الدر احمدیف در دو به مسافه 100 متر در گروه سیوم با نتیجه 2.66 ثانیه جای چهارم و میان 26 نفر اشتراکچی جای 12 را صاحب شد و نیز از حق ادامه مبارزه برای مدال‌های المپی را از دست داد. روز 30 ایول هر دو شناور از دسته المپی تاجیکستان اولمجان ایشانوف و انستاسیا تیورینا نیز در مسابقه شناوری طرز آزاد در مسافه 50 متر ناکام شدند. به دور بعدی 16 شناور مرد و 16 شناور زن راه میافتند، ولی ایشانوف در بین 73 نفر جای 60 را به دست آورد و انستاسیا تیورینا در بین 81 نفر جای 62 را گرفت. همین طریق همه ورزشکاران تاجیکستان اشتراکشان در بازی‌های المپی توکیو را به انجام رسانیدند و از مدال‌های المپی توکیو 2020 به نصیب ماندند. یادآور می‌شویم دسته المپی تاجیکستان از 10 ورزشکار عبارت بود.